سلام، من آیلینم. به یک پرونده جنایی دیگه با من خوش اومدین. هیچ معطلی میرم سراغ پرونده. شما مطمئنم که کارهای اداری این ویدیو رو میکنین و لایک و سابسکرایب اگه دوست داشته باشین انجام میدین. پرونده امروز ما توی سال 2018 اتفاق میفته در شهر فتیه، دیار پروانه ها، در کشور ترکیه. دیار پروانه ها یه منطقه خیلی توریستی توی شهر فتیه هست که تقریبا میشه جنوب غربی ترکیه. در واقع وادی پروانه ها یک قسمت از شهر فتیه هست که توی ارتفاع خیلی بالایی قرار داره و برای اینکه بتونین اون منظره رو ببینین باید تا نوک صخره برین. توی تاریخ 18 جون 2018 یک مردی با اورژانس تماس میگیره و میگه که من و همسرم برای پیکنیک به این منطقه اومده بودیم، یعنی وادی پروانه ها، و متاسفانه همسرم از این ارتفاع سقوط کرده. من نمیتونم ببینمش. تو رو خدا سریع برسین که کمک کنین پیداش کنیم و نجاتش بدیم. اون 7 ماه حامل است. متصدی اورژانس که اینو شنید خودش با آتش نشانی هم تماس گرفت و از اون ور نیروهاشو سریع به محل اعزام کرد. آتش نشان ها هم خیلی سریع به اونجا رسیدن. و به خاطر اینکه این ارتفاع 300 متر بوده، خب مسلماً اون مرد نمیتونسته همسرش رو اون پایین ببینه. وقتی مامورین آتش نشانی به انتهای دره میرسن با جنازه اون زن مواجه میشن. سریع این بدن بیجون رو به بالای ارتفاع منتقل میکنن و از مرد میخوان که اونو شناسایی کنه و خب مرد همسرش رو شناسایی میکنه و خیلی ناراحت و غمگین میشه و میزنه زیر گریه. حالا بریم که با این زوج بخت برگشته آشناتون کنم. اسم این مرد 41 ساله هاکان آیسال هست و اسم همسر فوت شدهش سمرا آیسال. سمرا آیسال توی اون تاریخ 31 سالش بوده و 7 ماه همونطور که گفتم باردار بوده. اون حسابدار بوده و توی شرکت کار میکرده. در مورد شغل هاکان هیچ اطلاعاتی منتشر نشده، اما تا اونجایی که تونستم بفهمم شغل آزاد داشته. اونا در واقع ساکن استانبول بودن و فقط برای تعطیلات به این شهر اومده بودن. هاکان بعد از این اتفاق خیلی ناراحت و افسرده بوده و وقتی اونو به اداره پلیس میبرن که ازش چند تا سوال بکنن مدام گریه‌زاری میکرده و میگفته من فقط همسرمو از دست ندادم، من فرزند به دنیا نیومدم رو هم از دست دادم. پلیس ها از هاکان میپرسن که خب چرا اومده بودن به اون ارتفاع، به اون بلندی؟ خب به خاطر اینکه خیلی خطرناک boude، به خصوص که سمرا 7 ماه باردار هم بوده، باید طی کردن این مسیر براش خیلی سخت بوده باشه. و هاکان هم بهشون میگه که در واقع شهر فتیه رو من انتخاب کردم، اما وقتی که سمرا سرچ کرد و متوجه شد که تو این شهر یه قسمتی وجود داره به اسم دره پروانه ها، از من درخواست کرد که حتما به اون قسمت بریم تا بتونیم که اونجا عکسایی بگیریم که برای یادگاری از دوران حاملگی سمرا بمونه برامون. البته بهتون بگم که این مسیر دره پروانه ها همونطور که توی عکسایی که گذاشتم مشاهده میکنین یه مسیر خیلی پرپیچ و خم و صخره‌ایه، یعنی باید به سختی آدم میتونه اونو طی بکنه حتی اگر که باردار نباشه، چه برسه به اینکه سمرا باردار هم بوده. ولی حالا این دو نفر به گفته هاکان تصمیم میگیرن که تا اون بالا برن تا بتونن که عکسای یادگاری قشنگی برای خودشون ثبت بکنن. هاکان ادامه میده که من و همسرم بعد از اینکه به ارتفاع رسیدیم یه زیرانداز انداختیم و نشستیم و شروع کردیم یه ذره با هم صحبت کردن و خوشوبش کردن. وقتی که شروع کردیم عکس گرفتن، چند تا عکس گرفتیم، همسرم به من گفتش که لطفاً برو از توی کیفم که حدود مثلا 10 متر اونورتر بود یه وسیله رو برام بیار. منم رفتم که براش بیارم. همین که پشتم بهش بود و رسیدم به کیفش، صدای جیغ همسرم رو شنیدم و وقتی که برگشتم متوجه شدم که متاسفانه اون پاش لیس خورده و از ارتفاع پرت شده پایین. پلیس ها دیگه سوالی از هاکان نداشتن و بهش تسلیت میگن و اونو میفرستنش خونه که به مراسم خاکسپاری و ختم همسرش رسیدگی بکنه. و پرونده به اسم یک حادثه که منجر به مرگ سمرا و فرزند داخل شکمش شده بوده بسته میشه. اما وقتی خبر به خانواده سمرا میرسه، اونا اصلا نمیتونستن باور بکنن که این یک حادثه است. اونا شوکه میشن و خیلی تعجب میکنن. اونا میگن اساساً سمرا چنین شخصیت شجاع و دلیری نداشته که بخواد تا یه همچی ارتفاعی بالا بره برای گرفتن 4 تا عکس یادگاری. اونا میگن اساساً سمرا یکم از ارتفاع میترسیده، پس این درخواستش یه ذره عجیب بوده. به خصوص برادر سمرا میگفت خواهر من اصلا شخصیت ماجراجویی نداشته، یه آدم خیلی ساده
مظلوم، بی صدا و آروم که همیشه سرش تو کار خودش بوده و تمام این روزا داشته از فرزند توی شکمش به بهترین نحو نگهداری میکرده. خیلی مراقب سلامت بدنش بوده که وقت آسیبی به جنینش نرسه. میگفت من باورم نمیشه که درخواست این سفر رو خود سمرا کرده باشه، چون که هاکان به پلیسا گفته بود که ما به درخواست سمرا به سفر رفته بودیم، اما خب در واقع این شهر رو من انتخاب کردم. به هر ترتیب که مراسم خاکسپاری سمرا به خوبی و خوشی انجام میشه و خانواده سمرا خیلی غمگین و سرگشته و با یه عالم سوال توی ذهنشون با دخترشون خداحافظی میکنن. 1 ماه از این حادثه میگذره. خانواده سمرا زندگی دامادشون رو کاملا تحت نظر گرفته بودن، البته دورا دور. مثلا فیسبوک و اینستاگرامش رو هر دقیقه چک میکردن. اونا متوجه شدن که دامادشون خیلی پست و استوری میذاره و در واقع این پست و استوری ها عکسای خیلی معمولی نیست که مثلا اون رفته باشه پیاده روی از یک منظره عکس گرفته باشه یا از خودش عکس معمولی بذاره یا مثلا توی محل کارش عکس بذاره. این پست و استوری ها عکسایی رو نشون میداده که دامادشون به یک سفرهای لاکچری میرفته و در هتل‌های گرون قیمت تفریحات لاکچری انجام میداده و از اونا داشته پست استوری میذاشته. خب به نظر خانواده سمرا این خیلی عجیب بوده، چون تا اونجایی که اونا میدونستن این زوج خیلی خانواده ثروتمندی نبودن و از نظر مالی کاملا در واقع متوسط محسوب میشدن. اونا متوجه میشن هاکان داره توی صفحات اجتماعیش یه طوری برخورد میکنه که انگار نه انگار فقط 4 هفته پیش همسر و فرزند به دنیا نیامده‌شو از دست داده. اونا یه آدم شاد و سرحال و ماجراجو رو توی عکس و استوریا میدیدن و از این موضوع خیلی متعجب بودن. خب وقتی که کسی فوت میکنه در کشور ترکیه هم مثل کشور ما ایران، جدا از این که اون طرف مال و املاکی داشته باشه، مراحل انحصار وراثت باید انجام بشه و در واقع همه افراد خانواده باید برن و یک برگه‌ای رو امضا بکنن. خانواده سمرا میرن که تا این برگه رو امضا بکنن و برادر سمرا اینجا بوده که متوجه میشه یه سری وام خیلی سنگین، مثلا در حد 50,000 لیر، 100,000 لیر از حساب خواهرش در واقع درخواست شده بوده و دریافت شده بوده و به صورت آنلاین بوده و از طرفی نگاه میکنه متوجه میشه که خواهرش سقف کردیت کارتش رو تا 100,000 دلار افزایش داده بوده و همه این اتفاقا درست 1-2 ماه قبل از مرگش رخ داده بوده. خب این چیز غیر عادی نیست که یه نفر بخواد سقف کردیت کارتش رو افزایش بده یا بخواد وام‌های سنگین بگیره، چون اون که نمیدونسته قراره که در واقع از دنیا بره. اما برای شخصیت محتاطی مثل سمرا که همه دوستاش و خانواده‌اش دارن شهادت میدن که اون آدم محتاط و در واقع خیلی آرومی بوده، این حرکات بانکی یه ذره عجیب به نظر می اومده، به خصوص برای برادرش. برادرش به بازپرس میگه که خب این خیلی عجیبه و از خواهر من اصلا بعیده، به خصوص که اون حسابدار بوده و میدونسته که سود این وام ها و بالاخره داشتن یک کردیت 100,000 لیری برای خانواده‌ای که درآمد متوسطی دارن یه ذره سنگین خواهد بود در طولانی مدت و خواهر من اصلا اهل این چیزا نبوده. ولی خب همونطور که گفتم بازپرسا میگن که این پرونده بسته شده. برادر سمرا متوجه میشه که برای اینکه بتونه اونا رو تحت تاثیر قرار بده که جستجوی دوباره و مجددی انجام بدن به دلایل محکمتری نیاز داره. ولی حالا که برادر سمرا داره میبینه هاکان دامادشون اینجوری داره بریز به پاش میکنه و این سفرهای لاکچری رو میره و عکس و فیلم میذاره، براش اون افزایش کردیت و درخواست وام ها یک معنای دیگه‌ای پیدا میکنه. داداش سمرا برای بار دوم میره پیش بازپرس پرونده. اون عکس و فیلم‌ها و ویدیوها رو بهش نشون میده و بهش میگه که خب این به نظر شما عجیب نیست؟ چون به نظر من هست. بازپرس پرونده هم وقتی نگاه میکنه میگه به نظر منم هست. برادر سمرا به طور رسمی درخواست کتبی میده که پرونده خواهرش دوباره باز بشه یا لااقل رفتار و سکنات دامادشون زیر نظر گرفته بشه و یه جستجوی مجددی در مورد این آدم شروع بشه و انجام بشه. بازپرس پرونده هم قبول میکنه. پلیسا هاکان رو زیر نظر میگیرن و با بررسی های اولیه متوجه میشن هاکان فقط 4 روز بعد از مرگ همسرش رفته بوده و بیمه 400,000 لیری همسرش رو دریافت کرده بوده
و این بیمه البته وقتی که میرن چک میکنن متوجه میشن یه بیمه 2 طرفه بوده. یعنی اگر اتفاقی برای هاکان هم میافتاده اون 400,000 لیر به زنش میرسیده، یعنی سمرا. اون بیمه چه بیمه‌ای بوده؟ بیمه حوادث. حالا که سمرا فوت شده، خب این مبلغ به هاکان رسیده و هاکان فقط 4 روز بعد از مرگ همسرش رفته بوده و این مبلغ رو به طور کامل دریافت کرده بوده. اونا متوجه میشن که هاکان داره اوورت این پولو خرج میکنه و از این کشور به اون کشور، از این هتل به اون هتل برای خودش داره خوش میگذرونه. البته این تحقیقات خیلی زود اتفاق نمیفته. حدود 6-7 ماه طول میکشه تا اینکه پلیسا بالاخره تصمیم میگیرن که هاکان رو بازداشت بکنن. وقتی هاکان رو میارن اداره پلیس، اون سریعا درخواست وکیل میکنه. وکیلش هم میاد اونجا و میگه به صرف اینکه هاکان بیمه عمر رو رفته دریافت کرده و خب اون خانومی که فوت شده افزایش کردیت داشته یا وام گرفته، شما نمیتونین هاکان رو نگه داریم. و پلیسا میگن آخه داره این همه سفرهای خارجی میره، ما اصلا نمیبینیم که این حتی یه ذره غمگین باشه. و وکیل میگه خب برخورد هر کسی با سوگ یک جوره. شما نمیتونید از همه آدما رفتار مشابهی در زمان سوگواری انتظار داشته باشید. پلیسا مجبور میشن به صورت موقت و با دریافت وثیقه هاکان رو رها کنن، آزادش کنن. و خب در این لحظات بوده که کرونا به وجود میاد و همه جا قرنطینه میشه و این پرونده تا سال 2020 همینطور معلق باقی میمونه. توی نوامبر سال 2020 وقتی که کرونا یکم کنترل شده بوده، بازپرس پرونده از پلیسا میخواد که هاکان رو دوباره بازداشت بکنن و اونا هم همین کارو میکنن. هاکان رو به اداره پلیس میارن. به هر بهانه‌ای که میتونن هاکان رو اون تو نگه میدارن، وثیقش رو خیلی بالا میبرن که اون نتونه به صورت موقت از اونجا خارج بشه و 4 ماه زمان میبره تا اولین دادگاهش تشکیل بشه. برادر سمرا هم میاد اونجا و با سند و مدرک نشون میده که اون درخواست وام ها و افزایش کردیت ها توسط خود سمرا انجام نشده بوده. چطور؟ اینطور که از اپلیکیشن سمرا در واقع به صورت آنلاین درخواست انجام شده بوده و اصلا حضور به شعبه وجود نداشته و به خاطر همین از پلیسا خواسته بوده که برن بررسی بکنن ببینن که این درخواست ها از گوشی خود سمرا بوده یا نه. و پلیسا هم وقتی بررسی کرده بودن متوجه شده بودن که خیر، از گوشی هاکان به صورت آنلاین وارد اپلیکیشن سمرا شده بودن و این درخواست افزایش کردیت و وام انجام شده بوده. یعنی در واقع هاکان این کارو کرده بوده. یک نفر خیلی مهمی توی جایگاه شهود حضور پیدا میکنه. یه خانومی که کارمند یک بانک بوده، همون بانکی که سمرا و هاکان توی اون حساب داشتن. اون خانم میگه که این بیمه حوادثی که تنظیم شده بوده در واقع توسط هاکان انجام شده و اون امضا کرده، هم به جای خودش هم به جای سمرا. یعنی اون روز سمرا حضور نداشته و در واقع این خانم یه ذره کارشکنی کرده بوده تا بتونه که این بیمه رو در واقع بفروشه. ولی میگه که ما چون که هاکان و سمرا رو به مدت خیلی طولانی میشناختیم و اونا مدت ها بود که توی بانک ما حساب داشتن، ما اعتماد کردیم و خب هرگز پیش بینی نمی‌کردیم که همچین اتفاقی در راستاش بخواد رخ بده. در واقع مشخص میشه اون زن بینوا سمرا اصلا از وجود چنین بیمه‌ای یا از وجود اون افزایش کردیت ها یا درخواست وام ها اصلا خبر نداشته. هاکان خب مسلما همه اینا رو رد میکنه، میگه من از گوشی خودم وارد حساب سمرا نشدم، اون بوده که از گوشی من وارد حساب بانکی خودش شده و این درخواست‌ها رو انجام داده، ولی هیچ دلیل موجهی وجود نداشته که در اون ساعت و اون تاریخ این 2 نفر پیش هم بوده باشن. ولی خب به هر ترتیب چیزی نبوده که به صورت کلیر بتونه خودش رو ازش رها کنه. مادر سمرا به جایگاه شهود میاد و میگه دختر من یه دختر ساکت، آروم و بی‌حاشیه بوده. اصلا ماجراجو نبوده، فقط به فکر زندگیش و بچهش بوده و اصلا به مسائل مالی و اینجور چیزا اهمیتی نمیداده، اصلا به این چیزا فکر نمیکرده. اون با همین حقوقش که داشته میگرفته و با همین خونه زندگی ساده‌ای که داشته خیلی خوشحال و شاد بوده. خلاصه این که هاکان توی اون دادگاه محکوم میشه به حبس ابد. اما اینجا بوده که وکیل هاکان به عرصه میاد و میگه که هاکان مشکل روحی روانی داره و من از شما درخواست میکنم که یک تیم پزشکی مجرب اون رو معاینه بکنن. قاضی هم قبول میکنه
و هاکان میره برای اینکه تیم پزشکی اونو بررسی بکنن. بعد از 1-2 ماه که تیم پزشکی به صورت خیلی دقیق و جزئی این آدم رو زیر نظر میگیرن و باهاش صحبت میکنن و جلسات متعددی برگزار میکنن، همه پزشکا با هم یک نظر رو صادر میکنن که هاکان از نظر عقلی و از نظر روحی و روانی کاملا در صحت قرار داره. اینجا یه اتفاق دیگه هم میفته. یه سری اطلاعات مثل ویدیو و عکس به دست پلیسا میرسه. اینا همه در طول اون دوره‌ای در واقع بازپرسا این اطلاعات رو دریافت میکنن که هاکان رفته بوده برای بررسی تیم پزشکی. توریستای دیگه‌ای که توی اون منطقه بودن در اون روز خاص از خودشون خب داشتن فیلم و ویدیو میگرفتن یا از منظره هاکان و سمرا هم توی ویدیوشون به صورت اتفاقی افتاده بودن و وقتی که این آدما بعد از اینکه این اخبار منتشر میشه از این داستان مطلع میشن، خب عکس این 2 نفر رو میبینن و متوجه میشن که توی ویدیوهاشون هستن و اون ویدیوها رو میارن تحویل پلیس میدن که شاید به همه چیز کمک بکنه و کمک هم میکنه و بازپرس پرونده متوجه میشه که توی اکثر این ویدیوها که از گوشی آدمای مختلف بوده این هاکان بوده که داشته دست سمرا رو میکشیده به یه حالتی که مثلا سمرا خیلی سختش بوده که بره بالا، ولی هاکان به زور داشته اینو میبرده بالا. یکی از اونایی که داشته فیلم میگرفته حتی میگه که نگاه کن این آقا داره میبره زنشو سرشو زیر آب بکنه. دوستای سمرا هم به پاسپورت میگن که دوست ما از زندگیش انقدر توجهی نمیگرفته از سمت همسرش که وقتی که همسرش برداشته بوده بهش گفته بوده که بریم مسافرت اصلا انقدر ذوق کرده بوده و با ذوق و شوق داشته روز شماری میکرده که اون روز فرا برسه و با هم برن مسافرت که اینا مثلا خب خیلی دلشون میسوخته که یک زنی چرا باید انقدر از طرف همسرش بی توجهی دریافت کنه به جای اینکه توجه دریافت کنه، به خصوص که حامله هم بوده. انقدر خوشحال بوده که به همه دوستاش و همکاراش گفته بوده تفلکی. از اونجایی که این زوج فقط 1.5 سال با هم زندگی کردن به نظر میرسیده که هاکان شاید حتی از اول داشته به این فکر میگرده که برم یه دختر ساده ای رو بگیرم باش ازدواج بکنم و بعد اینطوری بلایی سرش بیارم و بتونم در واقع برای خودم پول جور بکنم، پول زیاد. چون که دریافت اون وام ها، افزایش کردیت ها، این بیمه نامه همه چند ماهی طول کشیده تا انجام بشه، خب میشه گفت که این مردک الدنگ احتمال داره که از خیلی وقت پیش، یعنی حتی ممکنه از ابتدای ازدواجش داشته به این موضوع فکر میکرده و دنبال کل زندگی سمرا یه دروغ بوده با این مرد. حکم هاکان حکم حبس ابد براش باقی میمونه و اون به زندان منتقل میشه و این پرونده با اجرای عدالت در واقع بسته میشه. ولی خب خانواده سمرا دختر دستگلشون رو از دست دادن. این پرونده خیلی پرونده غمگینی بود به نظر من، ولی خب دوست داشتم که براتون روایت بکنم. امیدوارم درسته که مقصد تلخه ولی از مسیر این روایت لذت برده باشین. اینم کار دست خواهر قشنگم آیدا کیخاییه که براتون لینک اینستاگرامش رو این پایین میذارم که اگه دوست داشتین سر بزنین. خیلی ممنونم که با من همراه بودین. امیدوارم که لذت برده باشین. اگر که دوست داشتین این ویدیو رو خیلی ممنون میشم که لایک و سابسکرایب کنین و به من کمک بکنین که این ویدیو بیشتر دیده بشه در فضای یوتیوب. خیلی ممنون. تا یه پرونده دیگه، خدافظ.